تریدینگ در افغانستان برای اشخاصی که نو میخواین تریدینگ را شروع کنند و نمیدانند که برای ترید چقدر سرمایه ضرورت است و در چقدر مدت میتونن تریدینگ را یاد بگیرند تا به یک کسب درآمد دلاری برسند در روز یا در هفته و یا هم در ماه. برای ترید مدتی که تعیین شده حداقلش 2 سال است و اشخاصی که در حال حاضر کار میکنند در 2 سال میتونند مثلا در بخش ترید خود را به یک جایگاهی برسانند، آن هم در صورتی که باید شب و روز تلاش کنند و به قله های بالاتر و بالاتر برسند. و اگر کمتر بگیرم در 1 سال میشه به یک درآمد دلاری در ترید رسید، مگر با زحمات خیلی زیاد. اگر در 2 سال در نظر بگیریم روزی 3 ساعت الا 4 ساعت ما بر شما توصیه میکنیم که تریدینگ را پیش ببرید و درسایش بخونید. و اگر درسایش بگویید ما بر شما توصیه میکنیم درسایش حداقل در 6 ماه میتونید درسایش یاد بگیرید به صورت مکمل و بعد از اون سر دیمو کار کنید تا به یک جایگاه خود برسانید. حداقلش ما بر شما گفتم 2 سال. 2 سال بیخی خوب است. اگر 2 ماه بعد و 3 ماه بعد درس میخونید یا 2 ماه میخونید 3 ماه میخونید باز 2 ماه نمیخونید، در هان صورت 3 سال الا 5 سال زمان میبره. ویام شد در یک بخش. و چقدر سرمایه برای تریدینگ ضرورت است؟ سرمایه که ما در تحقیقات و در جهان دربارش گفتن اطلاعاتی که گرفتیم، حداقلش سرمایه آنقدر مهم نیست. اگر سرمایه داشته باشی حداقلش اگر $10,000 باشد، مگم شماهایی که هیچ سرمایه ندارید و با پیسه بسیار اندک 50 و $100 ما بر شما توصیه میکنیم که اگر در تریدینگ بیایید هیچ سرمایه هم نداشته باشید، میتونید از این بازار کلان عاید داشته باشید. چه رقم میتونید امرای شرکت خود برابر کنید. اگر توی که مثلا 50 و $100 داری، اول تریدینگ یاد بگیر، بعد سرمایه آن هیچ مهم نیست. در این زمانه و در این دنیای تکنولوژی خیلی پیشرفت های زیاد است که شما میتونید با بسیار پول اندک پیسه زیاد بگیرید. یعنی چی؟ مثلا پراپ چی است؟ یک شرکتی است که میتونید از آنها سرمایه بگیرید و کسب درآمد داشته باشید. شرکتی است که او سرمایه برای شما میدهد و شما امرای سرمایه هان کار میکنید. 80% به تو میدهد، 20% به خود میدهد. خود ما این کار را استفاده میکنیم.